در کتاب نوشتن که 12 جا در اسلام برای عشقبازی حرامه. یک، حالا میدونی مال چیه دیگه داد نزن. یک، زیر درخت میوه قشنگترین جاست برای عشقبازی. پرسیدم به یکی گفتم که آقا جان چرا حرام زیر درخت میوه چرا حرامه؟ گفتش که ممکنه سیب بیفته اونجا امام بشکنه مثلا. نه یه بار درست شده باشه سیب بیفته بشکنه. 42 جا برای عشقبازی حلال است در کتاب نوشته. یک، پشت کهان شتر. واقعا ما که رو زمین ساعت را میریم نمیتونیم کاری بکنیم، بریم پشت کهان شتر عشقبازی بکنیم. نوشته نعوذ بالله، نه نوشته که این کارا رو نکنین، نوشته نعوذ بالله اگر کسی خواست با شتر عشقبازی بکنه، عشقبازی لب شتر بگم عزیزم عشقبازی کند 4 چیز باید حلال باشه. یک، میخی که شتر را با آن زمین میخوب میکنن. 2، طناب گردن شتر به میخ، از میخ شروع میشه، پایین‌ترین شتر از میخ شروع میشه. 3، نردبونی که میزنی از شتر بریم بالا. 4، 4 طبقه از این امر مستثنا هستن: کیسبت‌ها، دیوانه ها، شعرا و آدمی که باعث خنده مردم میشه. الحمدلله من مستثنا هستم از عشقبازی با شتر. حالا که نمیشه با شتر کسی اینجا از خیالی داره آخه من نمیفهمم این کتاب دینیه، خب چرا توش نمی‌نویسن با دختر همسایه‌تون عروسی کنین خیال خودتون راحت کنین؟ شتر، میخ، طویله، سوزن، لخ، نردبون بخرم که بغل شتر بخوابم. تازه نوشته که اگر نعوذ بالله شخصی خواست، یعنی خودشون میکنن، آدم کارهایی رو که میکنه میندیسه. چرا من نمیگم که عشقبازی رو خرچیه؟ مگه نمیدونم چیه؟ نعوذ بالله اگر شخص مسلمانی خواست با الاغ عشقبازی بکند، لازم است که روز بعد الاغ را به 40 کیلومتری برده بفروشد. مثلا من توی لندن با یه الاغ عشقبازی کنم، الاغ سوار اتوبوس 2 طبقه کنم برم 40 کیلومتری کجا برم؟ آب کر آبی 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب. حالا مثلا زیر شیر آب دستم بشورم چه ایراد داره؟ نه، آب کر 3 وجبی تو انگلیس آب 3 وجبی، هیچ چیزی 3 وجبی است که آب 3 وجبی باشه. حالا بعد نوشته که بر مسلمان واجب است. اول یک مشت از آن آب ببوید. میگم به روح خواهرم عین این کتاب ببینید چه بر سرتون اومده، شما هنوز نمیدونید. بر مسلمان واجب است یک مشت از آن آب ببوید، اگر بوی ادرار نداد یک قلوب از آن آب میل بفرمه. حالا ما یا شاش خوردیم مثلا میدونیم مزه ادرار چه. اگر مزه ادرار نداد، من چه میدونم مزه ادرار چه جوریه؟ میگم شما که امام هستین بخوریم به ما بگید که مزه ادرار میاد. نه چرا من باید شاش بخورم که مسلمان باشم؟ چرا؟ اگر مزه ادرار نداد، بعد اون آب کره، من میتونم باش نماز بخونم. بنده بو کردم بوی مثلا کریستیان دیور داد، خوردم مزه شاش داد، خب چیکار کنم؟ شاش بخورم که مسلمان؟ چرا؟ آخه این چه دینی که همش با پایین دهن و معده کار داره، همش شاش رو نمیدونم سوراخ فلان و سوراخ فلان، یک کلمه از مغز توش نیست. حالا گفتن که زمان پادشاه یادم زلزله اومد در تبت، تمام اهالی 90% مردم مردن. حالا زمان اینا کتابو اگر زلزله حادث شد، یعنی چیز مهمی هم نیست، هم چیز شد زلزله حادث شد، مثلا ممکنه فقط 1 میلیون بمیرن، مهم نیست. اگر زلزله حادث شد، شخصی در طبقه دوم خوابیده بود، مثلا شخص 70 ساله، عمه آن شخص در طبقه اول خوابیده بود، عمه شخص 70 ساله در 10 ساله. حالا زمانش زلزله بود، مردم دنبال کفش و کلاه و شلوارشون بودن، تنشون بودن خیابون. حالا زمان اینا اگر بر اثر تکانهای ناشی از زلزله آن شخص به روی عمه خود افتاد، طفلی که از این جریان ها دست میشود حلال زده است. کی تو زلزله رو عمهش میفته بچه دار میشه. آخه این چه دینیه که آدم بغل عمهش میخوابه؟ مگه میشه؟ حالا کی تو زلزله اون حالت تحریک جنسی رو داره که صاف بیفته رو عمهش بچه‌م درست بکنه؟ چیه اینا؟ گفتن که دادستان کل انقلاب واسه اگه از اینجا مرکز حرفا بزنه میکشیمش. گفتن دادستان کل انقلاب خودش در اثر تکانه‌های ناشی از زلزله به دنیا آمده که شخصی به روی عمه‌ش افتاده، دادستان کل انقلاب به دنیا آمده. این حرفا چیه؟ مگه میشه خونه داره رو سرم خراب میشه من بیفتم رو عمم بگم جو قربونت برم عمه، ای وای اسمش هم بذاری فریدون. داستانه آخه چی این کتاب دارن دست بچه های مدرسه که اگر زلزله حادث بیفت بدونن که بمانه. این داستان زندگی ما. تو رو قرآن اینقدر داد بزن. خیلی خوب میرفتم عزیزم
ها ببین اون زمان گذشت که فری باید برفته، من برای ملتم میرفتم. آره عزیزم، برای اینکه به جان برای ملتم به جاشم وای میستم، سینه‌مو سپر میکنم. شما تو لوژاتون میشینید قربان مشروبتون رو بخورید، زیاد ناراحت نباشید. بعد من ولی شاعر گمرک محمود جان با کی طرفی این نیا کن. خمینی نتونسته از فصل زبان من برای تو موقع بعدی نوشته که گوش کنین، نوشته که خداوند تبارک و تعالی 12 نوع از حیوانات رو که اول انسان بودن به خاطر فساد اخلاق فساد تبدیل به حیوان کرده. یک اینو میگم بخونین. نوشته که یک خرگوش زنی بوده است که پنهان از انظار یعنی یواشکی زنا میکرد، یعنی یواشکی خیانت میکرد دشوارش. مزخرف کامل، یعنی این همه کنسرت من 5000 آدم اینجا یه دونه خرگوش این سالن نباید باشه. نه واقعا میشه، یعنی یه دونه زن خواهرم نیست اینجا اصلا میشه. داستان ها نوشته که بابا گوش کنی چی نوشته که غذای حاجت در زمین قصدی جایز نیست. یعنی اگه شما واقعا وسط خیابون رفتین غذای حاجت، حالا اسمش اون غذا ناراحت معدتون بودین، باید اول قواله خونه یارو رو ببینین بعد بنتوشون کارو بکنین. در کوچه بنبست جایز نیست، بعد شهرهای کنزینگتون جایزه. این کتاب اخلاقی است که به دست بچه 7 ساله ایرانی دادن، بهش میگن اینو بخون و طبق این رفتار بکن. این کتاب رو میدونین به جای کتاب کی دادن؟ این کتاب رو به جای کتاب کلیات مولوی، کلیات حافظ، کلیات سعدی دادن.